هموطنان گرامی، من از این فرصت خیلی مناسب استفاده نموده به یکایک شما منتداری خود را بیان می نمایم که شما وقت خود را دریغ نداشته به طریق سراغ الکترونی و شبکه‌های اجتماعی به من و به تیم من امضاهای خود را برای دستگیری نامزدی من ارسال نمودید. تشکر زیاد. به معلومات هموطنانم می رسانم که در مدت 4 روز ما قریب 21,000 امضای علاوگی را جمع نمودیم و من باوری دارم که تا مهلت به آخر رسیدن جمع نمودن امضاها ما می توانیم آن مقداری که طبق قانونگذاری طلب کرده می شود آنقدر امضاها را ما جمع کردن قادر هستیم. همدیاران عزیز، سانحه 7 سپتامبر سال 2020 از طرف کارمند مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان غالب نیتبیکوف از نام معلم نسیم سید رحمانوف نشریه پخش کرده شد که در آن درباره ترتیب گذرانیدن انتخابات، ترتیب پیشبری نمودن شهروند به مقام و یا نامزدی پرزیدنت و ترتیب جمع نمودن امضاها و در برابر این با سراغه من همچون خود پیشبر هستم مرا هم نصیحت کردند و به من مصلحت‌های حقوقی دادند. سر اول به معلومات شما غالب نیتبیکوف و معلم سید رحمان یا که تو سید رحمانوف به معلومات شما می رسانم. به من 25 پروفسور در دانشگاه درس دادند و 3 مرتبه است که من در انتخابات اشتراک می ورزم. دوم، در بابت ترتیب گذرانیدن انتخابات و طلبات به پیشبری نامزد به مقام پرزیدنتی و جمع نمودن امضاها و دیگر کارهایی که وابسته به انتخابات هستند دولت کمیته مرکزی انتخاباتی را وظیفه دار کرده است و شمایان حقوق دخالت کردن خود را به مرافع انتخابات و گذرانیدن کارهای فرماندهی وابسته به خود پیشبری شهروند باشد یا جمع نمودن امضاها، این کار وظیفه شما نیست. از دایره صلاحیت خدمتی خود نبرایید. در برابر این ماده 65 سرقانون جمهوری تاجیکستان را تا امروز یگان کس بیکار نکرده است. وابسته به این کار من پگاه به مقامات پروکراتورا شکایت می نویسم نسبت غالب نیتبیکوف و معین نمودن معلم نسیم سید رحمانوف شخصیت او چون از دایره صلاحیت ها نامردگان برآمدند باید مقامات نظارتی نسبت شخصان نامرده چاره های مشخص قانونی را اندیشیده تطبیق نماید. شهروند ابراهیم جان یوسف بیکوف که چند هفته پیش همچون خود پیشبر به مقام پرزیدنتی طریق واسطه اخبار عامه برآمد نمودند و آن وقت نه یگان کارمند مقامات های قدرتی نه یگان کارمند مقامات های اجراییه و
نمایندگان کمیته مرکزی انتخاباتی یگان ایراد نداشتند و چون من هم در برابر نام بردم، چون یک شهروند هستم و برابر حقوق می باشیم، من خود را پیشبری نمودم و تمام مقامات ها یعنی با کار ما دخالت خود را می کنند و همه طرفه مانع های سنی را ایجاد می نمایند. قانون برای همه یک است. این عمل غالب نیتبیکوف و معلم بنو معلم سید رحمانوف غیر قانونی می باشد و دلیل و شهادت دو کار را می دهد. یکمش نشانه بی‌مسئولیتی و خنک نظرانه مناسبت نمودن مقامات های دخلدار یعنی کمیته مرکزی انتخاباتی و دیگر نمایندگان حاکمیت نسبت به چاره‌بینی مهم سیاسی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می باشد. دوم، این تصدیق نوبتی بیقانونیتی می باشد، چون که طلبات قانون باید برای همه شهروندان یک باشد. لیکن در حالت کار ما یعنی یک نامزد را اجازت می دهند، دیگر نامزد را اجازت نداده مانع‌های سنی را برایشان ایجاد می کند. قانون برای یک شهروند مادر است و برای شهروند دیگر مادر اوگای. هموطنان گرامی، من به دستگیری شما احتیاج نهایت کلان دارم و از یکایک شما احترامانه خواهش می نمایم که امضاهای خود را برای دستگیری نامزدی من به سراغه الکترونی و شبکه‌های من ارسال نمایید. من باوری شما را فریب نمی دهم.